زید فابش من نمیتونم بخندم. خندید یا خندید. زنگ بزنی؟ هم میتونیم زنگ بزنیم، هم میتونیم سنگ کاغذ قیچی بیاریم یکی زنگ. آفرین اینم میشه. ما سنگ کاغذ قیچی میاریم یکی زنگ میزنه. زنگ میزنه؟ به 3 برسه. بله زنگ میزنم یه غلط کردم. 1 2 3. سلام خیلی مخلصم. چون همتون حامد تبریزی هم قراره یه ریاکشن خفن با امیر عزتزاده عزیز کاراکتر شمسی معروف به شمسی بزنیم که به نظرم اتفاقای جالبی قرار بیفته و اتفاقای بدجور. کسی که ببازه زنگ میزنه به اکسش. من غلط کردم. خیلی بده هر کی بیشتر بخنده. بریم مسابقهش چیه؟ مسابقهش اینه که کلیپ نگاه می‌کنیم. خب خنده‌دار بود میخندیم. البته جلو خودمون رو باید نگه داریم که نوازیم. خیلی مخلصم. مرسی که ما رو نگاه می‌کنید. بریم آقا 3 2 1. این سوگلیای ناصر میشه. من اینو بزرگ کنم تصویر. زید فابش کیه؟ کی؟ جماعت ترکیه. آها چشاش کیه؟ بعد 15 سال تلاش کردم که رونالدو برسم. من آلبوم با خودم چیز کنم آقای علیزاده راهن با خودم هم نمی‌کنم با خودم نه علیزاده راهن که باید کنی آیکون محمدی همه ایما پشت همین با خودم که باید کنی یه سئولی با آبروی بزنی. چقدر شبیه شما هست. نه همه سوگلیای ناصر خود ناصر میشه. من نمیتونم بخندم دیگه واسه این خند دکمه‌های پیرنش نمیگم. از چی داره میخوره؟ نه داره نوت میگیره با دستش. داره گیتار میزنه. تموم شد؟ خیلی تأثیر گذار. سال بعد بود. دقیقاً. مرتضی زمین سیبلاشو زد. خندید یا خندید خندید آقا خندید شده 1 خندید. بریم زمانی که ما پیر شدیم پشتی تویی کیه این؟ یکی این تیپ میزد خودش اعتراف کنه. این یادش به خیر داره. شمسی اون که رو صندلی نشسته شمسی رئیس همش. این یادش به خیر خنده‌دار نیست. چه دورانی ما ندیدیم کم دیدیم. یعنی همون پورنگه داریوشه بعد فرضیایی
عکس هنریه. این تلفن رو نگه داشتشون داره با تلفن حرف میزنه. این داشت دوست پسرش حرف شهرنورا یا دوست دارم من تو اون دوران. این دیگه فول دیگه، دوتا پسر، این عکس هنری داریوش برداری زیاد داشت. حسن ازش بخیر یادت نمیاد. من بیشتر دوران ما رو شکی لقدی میکردن، خدای من شاهده. به عکس هنری قسم داداش من دقیقا یه دونه این عکس‌ها تو نمی‌نازم پیدا زدی دقیقاً. نمیدونم میشه آفرین کام شستی ها یادش بخوام. آدم خرسی به سو نزن که تو ادیتور به مشکل نخوره. شیرکاکویی بستنی ها دفعه که بوی پا میدادین خیلی خوب بود. هنوز هم هست این نصب توی پا میداد. درست میگم؟ من بستنی یخی هنوزم بچه دوست دارم و میخوام. بستنی یخی دست رو بذارش خاطر نگاه نکن. الان گریه میکنه یا میخنده؟ گریه است. معتقد داره زیر زبون گریه و خنده است. داره عشقی میزه خنده. نه عشقی بیفه با هم اسمارتیس میخواست بگی؟ اسمارتیس نه به دهه من به دولایه. خب امیر از من 25 سال بزرگ. تیله میزدم با تیله یه چاله میکندیم. این تلویزیون ما داریم. خوراکی و آخرین خبر ما از گل ورزشی. گل محمدی در بین برترین های لیگ قهرمانان آسیا. گل محمدی؟ نوار نیاخ دختر شیرینی فروش پلی استیشن 1 با 98 ماه میزنی. تیکن. مرسی از ادیتوری که اینا رو به هم چسبونده. ما باید بخندیم یا باید حسرت این روزهای گذشته رو بخوریم واقعا. اینجا دوبار بالا دوبار پایین، چپ راست زبدر دایره میومد، چیز میومد، سیستم فیلترینگ تماسا میشه. به اینجا اپل بچه‌ها، شاید اگه اپل نشده باشید به چیزایی که اینجا میذاشتن تا خانوما چهارشوبه بشه اپل میگفتن. ایشون هم که بله شلوار بهش میگفتن چی؟ به آقای تتلو، آقای هیچکه است، اسطوره‌های رپ ایران. ایشون هم سلام بسوندم. ما الان شدیم 2-1 درسته؟ 1-1 مطمئنی؟ بله 1-1 آقا 1-1 شد درسته؟ بله 1-1 از ادیتور میخوام که یه ویدیو چک به ما نشون بده. خندید یا خندید. بله 1-1. الان یعنی ما باید جفتمونم زنگ بزنیم. هم میتونیم زنگ بزنیم، هم میتونیم سنگ کاغذ قیچی بیاریم یکی زنگ. آفرین اینم میشه. ما سنگ کاغذ قیچی میاریم یکی زنگ میزنه. زنگ میزنه. به 3 برسه. بله زنگ میزنم. یه غلط کردم. 1 2 3 یکی چه من؟ 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 2 1 1 2 3 3 1 یس. تو باید زنگ بزنی بگی غلط کردم. بعد اکس زنگ بزنی بگی غلط کردم. بدون اینکه بگی من جلوی دوربین یوتیوبم و دارم ویدیو ضبط می‌کنم. باید تا آخرش صحبت کنی بدون
هیچ حرف پسو پیشی خدافظی کنید. واو من اگه میباختم این کارو نمیکردم واقعا. من چرا این کارو میکنم؟ دیگه باختی دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم که داشته باشیم. هیجان داره به اوج خودش میرسه. نکنم. لطفا. نه خواهش می‌کنم بزنید رو آیفون. ویدیو داره طول میکشه، تایمش میره بالا، بعد دوستان شاید دارن اذیت میشن. بزن رو آیفون که من صدا رو بگیرم از اینجا. مرسی. همون چند تا ایکس داری؟ نه همون ایکس قدیم هم میخوام. خیلی قدیم؟ بله. فقط نفهمه که داریم کلیپ ضبط می‌کنیم لطفاً. رمزی صحبت نکن، بگو من غلط کردم. بخش میخوام دوباره برگرد. نه دوباره برگرد. بله. الو. سلام چطوری؟ سلام خوبی؟ قربونه مرسی شما خوبی؟ چه خبر؟ ماما اینا خوبه؟ قربونه آرا سلام. جایی هستی؟ نه پیش مامانم. من غلط کردم. چی؟ من غلط کردم. یعنی چی؟ یعنی که من غلط کردم دیگه. اشتباه کردم، معذرت. غلط کردی برای چی؟ نمیدونم. من معذرت میخوام، من اشتباه کردم، منو ببخش. چرا چیکار کردی مگه؟ بابت همه چی ازت معذرت میخوام. خب الان چی شد بیا بخه؟ هیچی دیگه، فقط خواستم همینو بهت بگم. دست درد نکن. خدا. این یه چیز خیلی خبر رو نشونه که امیر هیچ کار اشتباهی نکرده. پشمام. یعنی تو در حقش نامردی و بد نبودی باشه. گفت بابت چی داری از آنت؟ واقعا دمت گرم. خیلی برجمت والا. دمت گرم. همه فکر کنم همین حسو دارن. درست میگم؟ پشمام. قفله میگه برای چی ازم معذرت میخوای؟ دمت گرم. مرسی به خاطر جنبه بالات که حکمم اجرا کردی و زنگ زدی. دمت گرم که اینقدر مشتی هستی که طرف میگه برای چی بعد از من باید معذرت خواهی کنی. آقا مرسی که ما رو تو این لحظه نگاه کردیم. امیدوارم که به شما خوش گذشته باشه. به من که کلی خوش گذشت و یاد گرفتم اگه با یکی کات کردی نباید در حقش بدی کنی، که یه روزی اگه بهش زنگ زدی باش خیلی خوب باشی. الان داشت حال کل خانواده تو رو میپرسید و خیلی اوکی بود. مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردی. خداحافظی می‌کنی. خیلی دوستتون دارم. خیلی با کار موندم. مرسی.